سلام بیننده عزیز، در برنامه اخباری آزادی امروز 4 ایون از تاجیکستان و جهان گزارش های نوی داریم. من مومین احمدی برنامه را پیش میبرم. سرخط خبرها. سگ پاسبانی ماست، از ترس نمیخوابیم. قتل های پی هم چند عائله در کانی بادام ساکنان و مهاجران را ترسانده است. بچه های ما رسیانده عائله‌اش کتی و هر روز پگاه و بیگاه تلفن چی گفت ما بلیت گیریم بیتون نیسیه. در تاجیکستان یگان مغازه حق ندارد به نورسان نابالغان سیگار و ناز فروشد، اما یک آزمایش رادیو آزادی چیزی دیگر را نشان داد. ازده چطور که چه گرفت همونجا مونده. ترس از بازگشت جنگ به شهر نیمه آرام. ساکنان ولایت سومی در اوکراین می ترسند که روسیه دیگر باره به زادگاهشان حمله می کند. با گذشت تقریبا یک هفته از کشتن 2 عائله در یک دهه کانی بادام، مقامات هنوز عاملان آن را روشن نکردند. در این شهر در 3 ماه گذشته پی هم چندین عائله کشته شدند و قتل پیوسته مردم و فرزندان مهاجر آنها را وحشت زده کرده است. فرزان محمدی با چندی از ساکنان کانی بادام صحبت کرد که وضعیت را شرح می‌دهند. حولی های بی آدم و قفل زده، کوچه های خالی، ساکنان ناراحت. باشندگان تاجیک و قرغیزتبار دهه سنجیدزار میگویند که حتی در دوره درگیری های خونین مرزی نیز چنین نگران و بیم زده نشدند. ما چنین حادثه را در 70 سال اخیر ندیده بودیم، حتی نشنیده ایم. بعضن جنجال های خرد بین نورسان و جوانان میشد و تمام. حالا همراه همسرم برای به کوچه رفتن میترسیم. وضع روانیمان بد است، حتی دروازه نداریم. پنجره‌مون را از 3 جایش میبندیم. حالا پاسبان ما سگمون هست. هر کس که آید در میافتد. این حالت را باشندگان همسایه دهه‌های دیگری کانی بادام نیز دارند. طاهر جان مرجبوی 70 ساله همراه همسایه‌اش هر روز انتظار آن می‌شود که نوید آرامی را از رهگذران یا مسئولان مقامات شنود. او میگوید از این وضع بیشتر فرزندان رهدورش نگرانند. خوب نیست. همه خواتیر زنها هر روز کوچنده مجبور خونی پدر مادر برافسوز، کلینا بی شوهرها خونی اولادش برافسوز. بچه‌ها همین بچه‌های ما رسیانده عائله‌اش کتی و هر روز پگاه و بیگاه تلفن چی گفت ما بلیت گیریم بیتون نیسیه. اون گپ راست عدس ما چی نمیاد. راهبر کارکاساس یک راهش میافتگند ندونم. مقامات انتظامی تاجیکستان به تحقیق حادثه های پرداختند که در ولایت سوخت سر و صدای زیاد برپا کرد. تنها در 3 ماه اخیر درباره کشته شدن اعضای دست کم 4 عائله در شهر کانی بادام گزارش رسید. 2 حادثه در آخر ماه می روی داد. مقامات و پیوندان قربانیان حادثه را تحقیق میکنند، اما انگیزه کشتار ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشده‌اند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری‌اند یا وحشت انگیزی. این وضع ساکنان را وادار کرده است که به مقامات از توسعه نیروی بی‌خطری مصلحت دهند. کشتار 2 خانواده در یک شام و در یک دهه در حال است که چند ماه آخر دست کم اعضای 4 خانواده در دیگر دهه‌های شهر کانی بادام به طور مرموز کشته شدند. مقامات درباره آنها نیز معلومات مفصل نمی‌دهند. این وضع بسیار از خانواده‌ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت مهنتی قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان این منطقه خواهش دارند که مقامات عاملان قتل‌ها را هرچه زودتر افشا و بازداشت کنند. همین سحر خدا جانشینی سیاسیتم که هم صحبت شدم، من گفتم کوچه ها و اعصاب مردهای کوچه 4 تا 5 جونیمون. ما آدمان زمان شوروی هستیم. آن وقت از حساب اختیاریان محافظان امنیت بودند، نوبتداران می ایستادند یا به کارمندان ملسه اختیاریان کمک میکردند. حالا نیست. از همه زیاد همسرم میترسد. ظاهراً مقامات محلی این پیشنهاد ساکنان را به توجه نگذاشته است و در خیابان‌های دهه چراغ‌های ایلاوگی شناندند. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی بابت کشتارهای مرموز شهر کانی بادام نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کانی بادام.
اگرچه در تاجیکستان قانونی سخت گیرانه‌ای درباره استفاده تنباکو وجود دارد، اما بنا به تحقیقات سالانه بیشتر از 1700 نفر از بیماری‌های وابسته به ناس و سیگار می‌فوتند. بر اساس قانون کسی حق ندارد بر نابالغان سیگار و ناس فروشد، ولی آیا این قانون رعایت می‌شود؟ همکاران ما در دوشنبه ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف در این باره یک آزمایش جالبی انجام دادند و نتیجهش را با هم می‌بینیم. با نوجوانی 15 ساله مقدار پول داده و با چندین فروشگاه روان کردیم تا ببینیم که آیا با او سیگار می فروشند یا نه. سلام علیکم فریان. سیگارت تو چی اسه چین شد نمون داره؟ نه فقط یک نمون داره، ارگینالش نداره. ارگینالش نداره. داناکی میته اپا؟ داناکی. نه میرانه میکنه. هزار آمد اپا جان. این نوجوان به 5 مغازه و فروشگاه درآمد. 2 مغازه سیگار نداشتند، اما 3 مغازه دیگر حتی سن سالش را نپرسیدند و به او سیگار و ناس فروختند. چند شما اپا؟ 80 و 80 از نگفت که چی با میخری تو مایده کلونی چی نگفت؟ هیچ نگفت. بس فروخت؟ آه ازده چی دوده که چه که گریف اونجا مونده نه هزار آمد. قانون درباره محدود نمودن استفاده از محصولات تنباکو در تاجیکستان فروش دانه‌ای سیگار را قطعاً منع کرده است، اما آزمایش نشان داد که حتی به نوجوانان آزادانه سیگار دانه‌ای می‌فروشند. چند سمکه؟ سیستم خاکت یا 3 تابته یک. برخلاف صحنه‌ای که آزمایش نشان داد، فروشنده‌ها در نزد دوربین معمولاً میگویند که به افراد نابالغ سیگار نمی‌فروشند. فروختن سیگار با سن سالی که 18 هم вообще من هستم، ما вообще نمی‌فروشیم. 18 بالا میگن که کالونو روی کرد، ای روی کرد، تقویم روی کرد، وای روی کرد، میگن که ما نمی‌فروشیم. میگیم برای روی همون کسی که روی روان کنه همون را بگو بیا. مسئولان وزارت تندرستی میگویند برای پیشگیری از فروش تنباکو به افراد زیر سن قانونی کارهای زیادی در میان مردم از جمله فروشنده‌ها و مرکزهای تفریحی انجام می‌دهند. از جانب وزارت تندرستی و مرکزهای آن کارهای عمومی در تمام فروشگاه‌ها گذرانده می‌شود، آگاه کرده می‌شود که در بین نابالغان فروختن تنباکو منع کرده شود. در حالتی که مثلا آنها دیده و دانسته به چنین کردار دست می‌زنند، یعنی که به نابالغ تنباکو می‌دهند، از جانب ساختارهای قدرتی به جوابگری کشیده می شوند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید آمار جداگانه فروش تنباکو با نابالغان را ندارد، اما این نهاد میگوید پس از قبول قانون زیاده از 15,000 پروتکل برای ویران کردن مقررات آن ترتیب داده شده است. متخصصان از ناس و سیگارکشی دور نگاه داشتن افراد نابالغ را خیلی مهم می‌دانند، زیرا از نظر آنها این امر می‌تواند آغاز مشکلات دیگر از جمله اعتیاد به مواد مخدر هم شود. مرکز ما برای چی در سمت پیشگیری تنباکو ما کار فعالیت میکنیم به همان مقصدی که در بسیار موارد همین سوء استعمال مواد نشادار از استعمال مواد تنباکو سر میشود. یعنی همین بیشتر همون جوانان نورسانی که از مواد تنباکو استعمال میکنند بعد در آخر آمده به موادهای دیگری سخت تاثیر از کلیان و دیگر چیز بعد آمده به موادهای مثل نشادار دست میزنند. یک تحقیق مشترک سازمان بهداشت جهانی و وزارت تندرستی تاجیکستان نشان داده که بیش از 10% اهالی تاجیکستان تنباکوی بدود و همگی 4.8% تنباکوی دودار میکشند. تاجیکستان سال 2011 قانون درباره محدود نمودن استفاده از محصولات تنباکو را تصویب و فروش استفاده آن را در جایهای جمعیتی حتی در وسایل نقلیه شخصی که در آنها افراد تا 18 ساله حضور دارند منع کرد. مردم یکی از ولایت‌های آرام روسیه می‌ترسند که دیگر باره جنگ به زادگاهشان برمیگردد. روسیه حالا از زمین و آسمان حمله‌ها به ولایت خارکوف اوکراین را افزایش داده است. ساکنان سومی اوکراین در همسایگی خارکوف می‌ترسند که نظامیان روس دیگر باره به این ولایت حمله می‌کنند. کیومرثی عطا گزارش دارد. زندگی ساکنان ولایت سومی در اوکراین در نزدیکی مرز با روسیه معمولی به نظر می رسد، ولی ساکنان آن از بازگشت دوباره روس‌ها ترس دارند. این ولایت در نزدیکی خارکوف جایگیر است که روس‌ها در آنجا خط نوی باز کرده حمله ها را افزایش دادند.
ما اینجا آمدیم که بانگ خطر صدا داد و وقتی به پناهگاه در آمدیم صدا قطع شد و از همین گونه است. ما زیر بانگ خطر تمرین میکنیم. بچه ها هم به مشق میآیند و زندگی ادامه دارد. در سومی روز از 10 تا 15 بار بانگ خطر صدا می دهد. این هشدار از احتمال حمله موشکی است. شهر از جانب سربازان ما محافظت می شود. سپاس به آنها که ما می توانیم بازی کنیم. مکانهای فراغتی در سومی مثل معمولی فعالیت دارند. با وجود بانگ خطر کلانسالان کودکان را اینجا می آورند. سرهی با نبیرش به باغ فراغتی آمده است. کودکان باید آینده داشته باشند. آنها باید شاد باشند و دهشت را نبینند. ببینید که آنها خوشبخت و خوشحالند. ساکنان سومی صدای تیرپرانی را میشنوند و پرواز موشک‌ها را شاهد میشوند. ما به این عادت کردیم. آدمان هنگام صدای ترکش بیشتر میترسند. ترسی دائمی وجود دارد. کسی نمیداند که موشک نوبتی به کجا میافتد و چی را میزند. مرز روسیه 30 کیلومتر از سومی دورتر جایگیر شده است. در آغاز تجاوزش روسیه در سال 2022 قسمت از سومی را اشغال کرده بود ولی سپس از اینجا عقب نشینی کرد. ما بیرون از سومی ماشین های روس ها را خراب کرده بودیم. ساکنان میترسند که روسیه میخواهد به واسطه سومی به سمت کیف حرکت کند. حالا نظامیان اوکراینی جلوی پیشروی روس ها را در خارکوف گرفتند ولی حمله های موشکی به خاک اوکراین به ایست ادامه دارد. در ناحیه فرخار بحث و کشمکشی دادگاهی برای یک راه ادامه دارد که به گفته مقامات 3 نفر پارچه های از آن را غصب کردند. در این باره همکارم محمود جان رحمتزاده گزارش کرده است. دیواری نورالله غشوف را با قرار رئیس ناحیه فرخار چپه کردند برای راهی که ساکنان دهه تاجیکستان دعوای آن را دارند. پس از 3 سال بحث با امر دادستان و قرار رئیس این راه باید باز شود. چپاگردون کدا رفتن نزدیک حوالگی خونه ما هم برای راه باشم ما یگان چی ندارم دعوا ندارم نه که قرار ده امر پروکورور که برام اگه که 3 کس برطرف کرده شه راه شده شوه هم یک کس یا طرفه کردن ده کسیگرا هم یا چک دختر رفتن هیچ چی بود نکردن. ساکنان دهه میگویند مسئله تمام نشده است زیرا بحث نه فقط سر یک دیوار بلکه 20 متر راه است. دیواری 2 نفر دیگر نیز باید برداشته شوند. اما در کمیته زمینی ناحیه فرخار گفتند که بحث سر 6 متر راه میرفت. حل شد و آنها همین 6 متر راه را باز کردند. رادیوی آزادی درباره این مشکل 1 سال پیش خبر داده بود. آن وقت ساکنان دهه تاجیکستان به دادگاه شکایت برده بودند. دادگاه دعوا را به منفعت ساکنان حل کرد. اما چند ماه پیش رئیس ناحیه ظریف نظری سبب را در قوه قانونی نگرفتن حل نامه دانست. وقتی که اگر سود نداده بودم ما باید رها شده داده بودم و هو 6 ماه 7 ماه استفاده بردم. رئیس ناحیه رفت همین که شده داد کمیته زمین تصدیق کرد محترم پروکورور نظارت کرد. پرابلم نبود. وقتی که اینو سود با دادن و جنجال خیست ما اگه تا حلنامه به دست نگیریم من همین مسئله حل کردن نمیتونم. غشوف میگوید که از روی این قرار و امر فقط دیواری خانه او چپه کرده شده است. اما با دیوارهای 2 نفر دیگر پیرک محمودوف و نورالله حقیاروف دست رسانده نشده است. بنا به حکم دادگاه باید دیواری آنها نیز از میان برداشته شود. نورالله غشوف میگوید که با وجود حجت داشتن خانه او دیوارش تخریب شد. اما او به این کار دعوا نکرد ولی مقامات دیواری 2 نفر دیگر را نادیده گرفت. او میگوید که همین چیز او را وادار کرد که شکایتش را از ناحیه به جمهوری کشاند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، فرخار. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حنیفه علیمزاده یکی از دادرس و یا سودیه‌های شهر کلاب را از مقامش برکنار کرده است. همصحبتان رادیو آزادی در کلاب گفتند که او را با اتهام گرفتن پاره بازداشت کردند. اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.